گان لجند با ردیم کد مگه میشه؟ چند وقت پیش داشتم تو یوتیوب میچرخیدم همینجوری که یه ویدیویی رو دیدم. خب یه ویدیویی رو دیدم که روی تامنیل نوشته بود گان لجند و اسکین رایگان. خب منم پشمام ریخت، گفتم مگه میشه؟ گفتم امتحانش که ضرر نداره. خب رفتم ویدیوش رو دیدم و یه ردیم کد داده بود. تو این ویدیو قراره ببینیم که درسته ردیم کد یا غلطه. خب با من همراه باشید بریم ویدیوش رو ببینیم. با استفاده از ردیم کد به صورت کاملا رایگان گان لژندری و یک اسکین دریافت کنی، حتما تا این ویدیو با من همراه باشه. آقا یه دفعه دیگه بس بگم، اگر دوست داری با استفاده از ردیم کد گان لژندری رایگان بگیری، حتما تا این ویدیو با من همراه باش. دیگه بدون واسطه بریم سراغ ویدیو، بریم لیتس گو. یا قراره بچه‌ها با استفاده از ردیم کد خب گان لژندری و یک اسکین خیلی خفن دریافت کنیم. پس اگر شما هم دوست دارید مثل من با استفاده از ردیم کد کاراکتر و یک دونه گان لژندری دریافت کنی، حتما تا این ویدیو با من همراه باش. بعد نگفتی یا آقا این از این. بیاین قبلش یه چیزایی به شما بگم. فقط بچه‌ها قبل از هر چی به من آقا اینم از ویدیو. خب اول ویدیو منم باور نکردم، بعدش که رفتم تو کامنتاش دیدم چند نفر گفتن من گرفتم، چند نفرم گفتن نگرفتم. خب گفتم دوده شدن دیگه، گفتم ویدیو رو بگیرم یا نگیرم. گفتم بگیرم بابا ضرر نداره. خب رفتم ردیم کد رو زدم، هرچه آموزشش هم میدم که چطوری ردیم کد رو بدیم و اینا. ردیم کدش هم روی صفحه میذارم، چند کلمه‌ای بردارید بزنید ببینید درسته یا نه. بچه ها بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه ها لایک و ساب فراموش نشه. مرسی که تا آخر تماشا میکنید و بریم سراغ آموزش. خیلی خوب بچه ها، وارد گوگل میشیم. خب اینجا سرچ میکنیم ردیم کد. خب روی سایت اولی کلیک میکنیم. خب سایت اولی، دقت کنید که روی سایت اولی روی سایت های فیک دیگه نزنید. خب وارد بخش ردیم کد میشیم. خب اینجا باید ردیم کد رو بدیم. خب ردیم کدم توی ویدیو گذاشتم. خب بچه ها بخش اولی، این بخشی که روش زدم، باید یو آی دی اکانتتون رو بدید. خب یو آی دی اکانت. بخش دومی هم ردیم کد، بخش سومی هم تایید من ربات نیستم. خب دوباره بگم بخش اول خب مال یو آی دیه که باید برید داخل اکانتت. خب الان من میرم داخل اکانت. واسه یکم ویدیو رو استاپ کنم. وقتی درسته نکنم رفتیم داخل اکانتمون، میریم داخل تنظیمات، اسممون نوشته شده. خب زیرش یه شماره از اون رو کپی میکنیم و دوباره میریم داخل سایت. رفتیم که داخل سایت روی بخش اولی خب یو آی دی مون رو مینویسیم. خب بعدش هم ردیم کد. اون آخری هم من ربات نیستم هستش دیگه. اون شماره رو میزنید جایی که من ربات نیستم. بخش سومی خب بعدش ارسال. خب بچه ها یارو گفت برای بعضی جواب میده برای بعضی جواب نمیده. خب گفت این یه باگه. خب بچه ها تو کامنت ها بنویسید برای شما جواب داد یا نه. بعدش هم بچه ها ردیم کدم دادیم تو ویدیو. بچه ها ویدیو بعدی خدا نگهدار.